اگه دنبال اینی که مکالمات توی زبان انگلیسی مثل یه بومی زبان باشه، قشنگ طبیعی بتونی صحبت کنی، این ویدیو مخصوص توه. قراره 10 تا جمله دم دستی و کاربردی یاد بگیری که توی موقعیت‌های مختلف بتونی ازش استفاده کنی. نه کتابی هن، نه اصطلاحات پیچیده. چیزای کاربردی و خفن. آماده ای؟ Let's go. جمله اول. Let me get this straight. بذار ببینم درست متوجه شدم. Let me get this straight. سریع بگو با من. Let me get this straight. براو. کاربردش برای وقتیه که یه چیزی رو شنیدی میخوای تکرار کنی که مطمئن بشی درست شنیدی. Let me get this straight. بذار مطمئن شم که درست فهمیدم. مثال. Let me get this straight. You're moving to Canada next week? بذار مطمئن بشم هفته بعد میخوای بری کانادا؟ یه بار با من تکرار کن. Let me get this straight. You're moving to Canada next week? عالی. مثال بعدی. Let me get this straight. You want me to do all of this by tomorrow? بذار مطمئن بشم همه اینا رو میخوای تا فردا انجام بدم. Let me get this straight. You want me to do all of this by tomorrow? یه بار این جمله رو تکرار کن. Let me get this straight. You want me to do all of this by tomorrow? جمله یکی که یاد گرفتی مناسب بحث و مذاکره ها هم هست. حالت رسمی Are you seriously؟ Are you serious؟ جدی هستی؟ اینجا به جای understand از get استفاده کردیم. جمله دوم. I really appreciate it. I really appreciate it. واقعا ممنونم. خیلی قدردانم. توی مکالمات روزمره به جای thanks یا thank you از این استفاده کن. I really appreciate it. یه نکته تلفظی کوچولو بهت بگم. appreciate it. اینو سریع تلفظ میکنیم. میگیم I really appreciate it. Appreciate it. Appreciate it. سریع. Appreciate it. Appreciate it. مثال. Thanks for your helping. I really appreciate it. خیلی ممنونم از کمکت. قدردانتونم. یه مثال کاربردی و خفن. I really appreciate your time. از وقتی که گذاشتی خیلی ممنونم. جمله دومی که یاد گرفتی یک فعل رسمی و مؤدبانه است برای تشکر. Appreciate. جمله سوم که خیلی توی فیلم ها شنیدی. Are you kidding me؟ شوخی میکنی یا جدی میگی؟ Are you kidding me؟ وقتی یه چیز غیر منتظره میشنوی از این جمله میتونی استفاده کنی. مثال. Are you kidding me؟ I just cleaned that room. شوخی میکنی؟ من تازه اون اتاقو تمیز کرده بودم. مثلا یکی رفته اتاقو به هم زده. میگم Are you kidding me؟ I just cleaned that room. شوخی میکنیم. من تازه اون اتاقو تمیز کرده بودم. You paid $500 for that؟ Are you kidding me؟ $500 دادی برای اون؟ داری شوخی میکنی. You paid $500 for that. تکرار کن با من. Are you kidding me؟ Are you kidding me؟ بگو. باریکلا بهت. جمله سومی که یاد گرفتی هم میتونه شوخی باشه هم میتونه عصبانیت باشه اما کاملا دوستانه است. رسمی نیست. جمله چهار. I didn't see that coming. انتظارشو نداشتم. غافلگیر شدم. I didn't see that coming. وقتی استفاده میکنی که یه اتفاق غیر منتظره رخ میده. انتظارشو نداشتی این جمله رو میتونی بگی. I didn't see that coming. مثال. He quit his job suddenly. I didn't see that coming. یهویی از کارش استفاده داد. واقعا انتظارشو نداشتم. اگه بخوام یادگیری تو تضمین کنم میگم تکرار کن. همین جمله رو بریم با هم. He quit his job suddenly. بگو. براو. I didn't see that coming. I didn't see that coming. انتظارشو نداشتم. غافلگیر شدم.
The ending of the movie was crazy. I didn't see that coming. آخر فیلم خیلی عجیب بود. اصلا انتظارشو نداشتم. جمله 4 که یاد گرفتی خیلی توی سریال ها، فیلم ها، داستانگویی ها تکرار میشه و یه چیز غیر رسمیه. بین خودتون میتونی استفاده کنی. جمله 5 خیلی جذابه. What's the catch؟ یعنی کجای قضیه مشکله یا چرا انقدر زیاد خوبه. مثلا یه چیزی رو دارن خیلی لطف میکنن، خیلی خوبه، دنبال نقطه ضعفی میگیم چرا انقدر خوبه؟ چرا داری این کارو میکنی ها؟ بگو ببینم. You giving me all this for free. What's the catch؟ همه اینا رو داری مجانی میدی؟ کجای کار میلنگه؟ چرا داری این کارو میکنی؟ They said it's unlimited. No extra charge. But what's the catch؟ گفتن نامحدود، شارژ اضافی هم نمیخواد. کجاش مشکل داره؟ چرا انقدر خوبه؟ پس جمله What's the catch یه جمله زیرکانه است. شاخکامون تیز میشه، مشکوک میشیم. مثلا توی فروش زیاد و توی بیزینس و توی بازار و اینا میتونی ازش استفاده کنی. جمله 6 خیلی باحاله. That's not gonna happen. اتفاق نمیفته، همچین چیزی نمیشه. یا محاله. وقتی یه چیزی مطمئنی که اتفاق نمیفته از این جمله استفاده کن. یا نمیخوای یه چیزی اتفاق بیفته. مثال You think I'll lend you my car? That's not gonna happen. فکر میکنی ماشینم بهت قرض میدم؟ محاله. He said he'll finish in one day. اون گفت یه روز تموم میکنه. تمومش میکنه. That's not gonna happen. عمرن. محاله. جمله That's not gonna happen حالت قاطعانه و کمی هم تنده و عبارت gonna همون going to هست، اما gonna غیر رسمی و کوچه بازاریه. دوتاشون هم یه معنی میدن. going to رسمی، gonna کوچه بازاریه. جمله 7 خیلی تو فیلم ها میشنوی. It's up to you. به تو بستگی داره. تصمیم با تو. بستگی به خودت داره. زمانی استفاده میکنیم که میخوایم تصمیم رو محول کنیم به طرف مقابل. مثال Where do you want to eat؟ کجا میخوای غذا بخوری؟ میگم It's up to you. خودت میدونی. به خودت بستگی داره. بگو It's up to you. قربونت بشم. باری چه خوب میگی. یه بار دیگه It's up to you. براو. یا مثلا داریم میریم بیرون، میگم میتونی بمونی یا بیای. You can stay or come. It's up to you. به خودت بستگی داره. It's up to you بسیار رایجه و یه جا هم میشه که این احترام انتخاب طرف مقابل رو نشون بده. یعنی من به انتخاب تو خیلی ارزش قائلم. You've got to be kidding جمله 8 ماست. یعنی شوخی میکنی، جدی نمیگی. یا وقتی چیزی شگفت زدت میکنه از این میتونی استفاده کنی، یا وقتی عصبانی میشی. مثال You lost the keys again؟ کلیدا رو دوباره گم کردی؟ You've got to be kidding؟ داری شوخی میکنی دیگه. آره میتونه قلب طرفم بگیره، هم تو حالت عصبانی شدن و هم تو حالت شگفتی. You've got to be kidding؟ شوخی میکنی؟ جدی میگی؟ You canceled the class؟ تو کلاس رو کنسل کردی؟ You've got to be kidding؟ شوخی میکنی؟ تو کلاس رو مگه میتونی کنسل کنی؟ You've got to be kidding خیلی احساسی تر و غلیظ‌تر از Are you kidding هست. جمله 9 Sounds good to me. Sounds good to me برای من خوبه، موافقم. مشخصه دیگه. وقتی با یه پیشنهاد و یه برنامه موافقی میگی sounds good to me. Sounds good to me موافقم، خوبه برای من، اوکیه. مثال Let's meet at 7. بیا ساعت 7 همدیگر رو ببینیم. میگی Sounds good to me. اوکیه برام، میام. Pizza tonight. پیتزا برای امشب. میگی Sounds good to me. عالیه. Sounds good to me
خیلی دوستانه و راحت توی مکالمه ها، توی چت هم بیشتر اینو میبینی. و جمله آخر I'm not buying it. قانع نشدم. نمیتونم خریدارت بشم. نمیتونم قبول کنم. وقتی که حرف یه نفر برات یه کم احساس میکنی زیادی داره، دروغ میگه. میگی I'm not buying it. قانع نشدم. مثال He said he was late because of traffic. I'm not buying it. اون گفت به خاطر ترافیک دیر کرده. ولی من باور نکردم. She says she forgot. I'm not buying it. اون میگه فراموش کرده. من باور نمیکنم. جمله I'm not buying it غیر رسمیه. مودت هنگام ادای این جمله خیلی شکاکانه و خونسرد میتونه باشه. این هم از 10 تا جمله‌ای که بهت گفتم به مکالمت جون میده. دیدی همینطور بود؟ برام کامنت کن که کدومش برات خفن‌تر بود یا میخوای بیشتر ازش استفاده کنی. یادت نره که پس فردا دوباره برگردی و اینا رو مرور کنی که ملکه ذهنت بشه. برای اینکه آموزش‌های منو توی یوتیوب گم نکنی حتما چنل منو سابسکرایب کن. مرسی.